اخبار مهمترین روز را از استودیوی رادیو آزادی شهر پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. درود. امروز در برنامه مقامداران میگویند که به همین زودی ها پروازهای شرکتی عملی روسیه به تاجیکستان و شرکت سامون ایر به روسیه برقرار خواهند شد. اداره امور صدها منصبداری تاجیک را برای دادن معلوماتی بر دروغ مجازات کردند. نسبت 1006 نفر شخصان مسئول کارخانه و مؤسسه‌ها به مبلغ عمومی 279,000 سومونی جریمه بسته شد. و بانک ملی تاجیکستان میخواهد صاحبکاران بیگناه را از جریمه نچندان عادلانه کمیته انداز رها نماید. ورقه حساب میشه پرداخت پیشنهاد کرده است که پرداخت اندازه چه دیگر چه لیکن من قابلیت پرداخت پذیرش بود اما مدت‌هاش اجرا نکرده پیش مشتری. مقامات تاجیکستان و روسیه ظاهراً راه حل ماجرای هوایی را پیدا کردند. جانب تاجیکستان به پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل و روسیه باشد برای پرواز هواپیماهای شرکت سامون ایر اجازه داد. به قول رسانه‌های محلی و روسی، توافق اخیر در نشست کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه حاصل شد که این لحظه ها تحت رهبری نخست وزیر قاهر رسولزاده و نایب نخست وزیر ایگور شوالوف ادامه دارد. شرکت سامون ایر از 3 فوریه و یمل از تابستان امسال پروازهای خود را از سر میگیرند. ایگور شوالوف همچنین گفت که هفته‌های نزدیک ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به تاجیکستان میآید. جزئیات این نشست را خبرنگاران ما پیگیری دارند و شما میتوانید تفصیلات را از سامانه www.azadi.org پیدا نمایید. آژانسی مبارزه با فساد فعالیت شهرداری دوشنبه را تحت سنجش قرار می‌دهد. عبدالکریم ظریف‌زاده معاون رئیس این نهاد روز 27 ینور ضمن نشست خبری گفت چنین اقدام در اساس مراجعه رستم امامعلی رئیس فعلی شهر دوشنبه و برخی از شهروندان گرفته شده است. مومن احمدی میگوید طبق نقشه تفتیش شهرداری باید سال آینده انجام می‌شد. این ساختمان بیناهای لایحه‌ای منزلی دسترس است که شهرداری دوشنبه چند سال پیش به خاطر تامین ساکنان با منزل زیست روی دست گرفته بود. قرار بود این لایحه سال 2015 به اتمام میرسد و اکثر ساکنان شهر دوشنبه با نرخ نسبتاً ارزان صاحب منزل زیست میشوند. اما امروز آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان اعلام کرد که نسبت این طرح شکایت دسترس کردند و همزمان فعالیت شهرداری سابق شهر دوشنبه را در رابطه با طرح منزل دسترس و تصرف بودجه حکومت شهر دوشنبه تفتیش میکنند. موافق نقشه کاری در 2 سال یک مرتبه گذرانده می شود. تفتیش نوبتی آن ماه می سال 2018 می شود. لیکن در اساس مراجعه رئیس شهر دوشنبه خلاصه است که علاقه 2 مرتبه مراجعه کرده شد. ما تفتیش تعیین کردیم وابسته به مراجعه شهروندان اویدی تصرف مبلغات بودجتی و اویدی سهمگذاری در منزل دسترس علاقه ما تفتیش تعیین کردیم رفته است. لایحه منزل دسترس که حالا از جانب آژانسی مبارزه ضد فساد تاجیکستان مورد تفتیش قرار گرفته است هنوز سال 2013 از جانب شهرداری دوشنبه پیشنهاد شد. هدف شهرداری دوشنبه با عملی کردن منزل دسترس تامین کارمندان حکومت شهر با منزل زیست و هنرمندان و اهل فرهنگ با منزل نسبتاً ارزان در پایتخت تاجیکستان بود. کارشناسان در مورد تفتیش لایحه منزل دسترس و فعالیت شهرداری سابق نظر خود را دارند. اگر هدف من بعد ضعیفتر کردن زمینه‌های اجتماعی رئیس سابق شهر دوشنبه و احتمالیت آغاز پرونده جنایتی باشد، این از نتیجه سنجش معین می شود. ولی اگر هدف انیخ کردن وضع مالیوی و مناسبت های مالیوی از جمله سوء استفاده از منصب بود یا نه باشد، پس این را نیست وابسته به انجام کارهای مربوطه طریق واسطه اخبار عامه شاید اگه آژانسی مبارزه با فساد اعلان کند. مقامات شهرداری سابق از جمله محمد سعید عبیدالله تا هنوز به ایده‌های آژانسی مبارزه ضد فساد که تا کجا تصرف مبلغ‌ها در این طرح و بودجه حکومت شهر جای دارد واکنش نشان ندادند.
یادآور می‌شوم که محمد سعید عبیداللهیف یکی از رئیسان سابقه‌دار شهر دوشنبه 12 ینوری سال 2017 از مقامش به استعفا رفت و جای او را رستم امامعلی پسر بزرگ پرزیدنت تاجیکستان گرفت. در ادامه مجله خبری در برابر دیگر مطالب این گزارش پیشکش می شود. مسئله مستاجر قبلیه. ما قراره بیاد بره. چی میدونم اینقدر محکم گفت هماهنگ کردم میام میبرم که مثلا که شانس آوردیم بالاخره. پاره از فیلم ایرانی فروشنده بود ترانه علی دوستی که در این فیلم یکی از نقش‌های اساسی را بازیده است در جایزه اسکار اشتراک نخواهد کرد. چرا؟ بعد چند دقیقه گزارش میدیم. مقامات تاجیکستان از مجازات شدن بیش از 1000 منصبدار سطح پایانی در سال گذشته خبر میدهند که معلوماتی بر دروغ پیشنهاد نمودند. رهبریت کمیته امور ضمن نشست خبری روز 26 ینور گفت که اکثریت امورها را این اجنسی محض در اساس گزارش اداره و وزارت‌های مربوطه آماده و نشر میکند. در صورت شبهه انگیز بودن رقم‌ها درستی آنها سنجیده می شود و افرادی را که هدفمندانه امور بر دروغ را پیشنهاد کردند به جوابگیری مأموری میکشند. شادمانیتی موضوع را ادامه می‌دهد. در سال 2016 بیش از 1000 منصبدار برای ارائه آمار بر دروغ مجازات شدند. در این باره روز 26 ینور در نشست مطبوعاتی در دوشنبه مسئولان آژانسی آمار تاجیکستان خبر دادند و گفته آنها برای پیشنهاد آمار دروغ این گروه منصبداران در حجم 279,000 سومانی جریمه شدند. سال 2016 طبق نقشه کارهای مجموعی از جانب مقامات‌های اموری محلی 1765 سنجش اعتمادناکی معلومات‌های اموری گذرانیده شد و در نتیجه نسبت 1006 نفر شخصان مسئول کارخانه و مؤسسه‌ها به مبلغ عمومی 279,000 سومانی جریمه بسته شد و پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شدند. جریمه مأموری تعیین کرده شد. ولی با ذکر این مطلب گلنار حسن از بردن اسم نهاد یا مقامدار مشخص خودداری کرد و تنها تاکید کرد که بعد آشکار شدن آمار نادرست و یا غیر واقعی آنها مجازات شده اند. با گفته بعضی کارشناسان سبب نادرست دادن آمار رسمی از طرف مقامات سطح پایانی نظر است و بهتر نشان دادن فعالیت خود از دیگران است که در کشورهای آسیای میانه از زمان اتحاد شوروی به میراث مانده است. یک سبب دیگر نادرست دادن آمارها را در نمایش کاغذی یا رسمی اجرای نقشه در سطح بلند حکومتی گذاشته شده می‌دانند. شروع از مقامات خود اداره محلی تا به وزارتخانه ها برای آنکه خود را در پیش مقام بالایی بهتر نشان دهد یا که پیشرفته‌تر نشان دهد بعضاً با بالا برداشتن رقم‌های آماری و راه دادن به اضافه‌گویی‌ها به خود اجازه می‌دهند. شادمانیتیم، آزادی، دوشنبه. صاحبکاران تاجیک شکایت دارند که بانک‌های کشور مشکلات مالی خود را به شانه‌های آنها بار می‌کنند. به گفته صاحبکاران مبلغ اندازهایشان را این نهادهای مالی سری وقت به صورت حساب انتقال نمی‌دهند و در نتیجه آنها باز مجبورند جریمه سپارند. برای حل این بحث بانک ملی با کمیته انداز وارد گفتگو شده است. درباره به اصلاح گناهکاری صاحبکاران بیگناه فرزاد محمدی گزارش می‌دهد. مقال انداز را سپار و آرام خواب کن در تاجیکستان حالا کارآمد نیست، چون که در پی یک اگر دارد. منظور از این اگر بانک ها هستند که اندازهای صاحبکاران را سری وقت انتقال نمیدهند. Проблема заключалась в том, что у Агроинвестбанка в прошлом году возникли проблемы. مشکل ما در آن بود که در سال گذشته اگروینوست بانک دچار بحران شد. البته ما یک ماه منتظر شدیم تا اندازهایمان انتقال یابند. دویم ماه نیز نگذشت. بعد ما فهمیدیم که اگر انداز ما هر ماه انتقال نیابد ما را میتوانند جریمه کنند. Не перечисляем ежемесячно, да, то естественно нас могут оштрафовать. تعجب و نگرانی صاحبکاران در این راستا از آن است که چرا مقامات انداز در این شرایط نه از دامان بانک ها بلکه از آنها می‌دارد. Может быть, кто-то решил просто надавить на предпринимателя. ممکن کسی میخواهد به صاحبکار به کدام مقصد فشار بیارد. مقصدها چی بوده میتواند؟ کروپسیا، خلابی یا اینکه از صاحبکار پاراسیتانیدن.
بر طبق یک قرار رئیس کمیته انداز پرداخت‌های نقدی منع است. اگر صاحبکار خواهد عهده‌داری‌های خود را اجرا نماید با پول نقد انداز را بپردازد، اداره مبلغ او را قبول نمی‌کند. حالتی از اندازبرنده قبول کردن مبلغ‌های نقدی هم از طرف بیوسته کارمندان مقامات انداز در موافقه با کارمندان بانک‌ها این مبلغ‌ها با بودجه پرداخت کرده نشده بسیار وقت‌ها مسکوت کرده می‌شدند. صاحبکاران وابسته به اجرا نکردن سپارشنامه پولی از طرف بانک‌ها به بانک ملی شکایت بردند. در این وضعیت بانک ملی از کمیته انداز خواسته است که از ستانیدن جریمه از انداز سپارندگانی که با گناه بانک مبلغشان انتقال نیافته است خودداری کنند. نسبت جریمه بستن از جرم مقامات انداز درست و صاحبکار یا تشکیلات حقوقی و سوبیکت خوجگیدار در بانک حساب دارد. در بانک و ورقه حساب میشه پرداختچه پیشنهاد کرده است که پرداخت انداز چه دیگر چه نه که بانک قابلیت پرداخت پذیرش بود اما عهده‌داریش اجرا نکرده پیش و مشتری ما نسبت یکچند چی میگن یکچند ما گفتگو داشتیم کمیته انداز کردیم ما با آنها باید مسائله می‌بینیم. مشکلی اندازهای پرداخت شده و در بانک‌ها درمانده صاحبکاران تاجیک تا حد است که بانک ملی میگوید از 4 میلیارد سامانه که اخیراً به 4 بانک در حالت مشکل قرار گرفته جدا کرده 200 میلیون سامانه آن برای پرداخت اندازها روانه شده است. иқдомҳои Дональд Трамп дар мубориза бо манъи муҳоҷират аз кишварҳои мусулмон аз ҷумла Эрон ки эҳтимол рӯзҳои наздик ба ҳукми иҷро дарояд аҳли ҳунару сиёсатмадорони амрикоро нигарон кардааст. аз ҷумла ба нишони ҳамраҳӣ бо мусулмонон собиқ котиби давлатии амрико Мадлен Олбрайт гуфт ки ҳозир аст худро чун мусулмон сабти ном кунад. ин иқдоми президенти амрико яке аз ҳунармандони маъруфи эронӣ Тарона Алидустиро низ ба ташвиш овардааст. ӯ дар шабакаи иҷтимоӣ изҳор дошт ки моҳи оянда дар ҷоизаи Оскар ширкат намекунад. تفصیلات بیشتر از ساجیده میرزا. سیاه همچین گفت خونه خراب شده گفتم از زیر آوار بعد بین بکشیمتون. ترانه علی دوستی ستاره فیلم ایرانی فروشنده که به جایزه امساله اسکار پیشبری شده است میگوید که ماه آینده در مراسم تقدیم جایزه های اکادمی سینمایی ایالات متحده اشتراک نمی کند زیرا با دستور پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد منع سفر شهروندان کشورهای اسلامی به آمریکا مخالف است. ترانه علی دوستی 33 ساله در شبکه توییتر نوشته است که منع ارائه روادید سفر به ایرانی ها عملی تبعیضی است و از این رو او از اشتراک در مراسم تقدیم جایزه ها دست می کشد. روز 25 ینور در چارچوب مبارزه با مهاجرت غیرقانونی پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ 2 امر را امضا کرد که روزهای آینده به حکم اجرا می درآیند. ملت بدون مرز ملت نیست. سر از امروز ایالات متحده آمریکا مرزهایش را تحت نظارت می‌گیرد. به نوشته رسانه ها یکی از این تصمیم ها منع موقتی ارائه روادید سفر به شهروندان سوریه، عراق، ایران و یک عده کشورهای دیگر اسلامی است. روز سه‌شنبه فیلم فروشنده کارگردان ایرانی اصغر فرهادی همچون بهترین فیلم خارجی به جایزه اسکار پیشبری شد که مراسم آن 26 فوریه در لس آنجلس دایر می شود. اصغری می گوید سینمای ایرانی به فشارها در داخل و خارج تاب آورده است. یک سری آدم هایی بودن که سعی کردن خودشون رو در اون مقابل این فشارها قوی تر بکنن و به همین دلیل سینمای ایران سینمای در واقع با اینکه یه جایی فراز و فرود داشته ولی سینمای خیلی قدرتمندی بوده و این ادامه خواهد داشت. من خیلی خوشبینم و خیلی خوشحالم که بخش از سینمای ایرانم. تا این زمان فیلم فروشنده در جشنواره‌های کن، چیکاگو و میونخن صاحب جایزه ها شد. و یک خبر کوتاه ورزشی تیم شاهین اسماعیل قهرمان فوتبال افغانستان که برای بازی مرحله پیشکی جام آیف کاپ 2017 مقابل دسته حاصلات فرخور برنده مدال‌های نقره قهرمانی تاجیکستان به دوشنبه آمده است. 26 ینور اولین تمرین خود را در پایتخت کشور انجام داد. و با این خبر میرسیم به پایان برنامه اخباری. بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاستیک دنبال کنید. برایتون استراحت خوب می‌خواهیم و خدا نگهدارتان.